سلام ارادت. درود بخیر. خوب هستین؟ سلامت بشین. متشکرم. مرسی. زنده باشین. استاد سوالم اینه که وقتی که ما یه اشتباهی میکنیم، حالا اون میدونم که اشتباهی معنی عرفی داره که تو بعضی اشتباه هممون روش توافق داریم توی جامعه که این کار نادرسته، بعضی اشتباه هم خب شخصیه. حالا اشتباه معنی عامش رو در نظر بگیریم، وقتی من یه اشتباه یا کار نادرست بگم میکنم از نظر خودم، کجا باید خودم رو سرزنش کنم، کجا به خودم بگم اب نداره؟ کلا نباید خودتو سرزنش کنی سر هیچ نوع اشتباهی؟ بابا مگه میگه من فقط یک بار بخت زندگانی داشتم. آخه استاد اینجوری هم بودن آدم دوباره میره همونو هی تکرار میکنه، خوشش میاد، میگه مثلا اینجا بحث فرق میکنه. قرار نیست سرزنش کنیم، قرار بریم ببینیم، قرار نیست ولش کنیم. خب ببین نمیشه یا 0 رو نگاه کنیم یا 100 یا کلن بریم تو کار سرزنش کردن یا کلن بیخیال شدن. نه، ما اصلا چرا تفکر 0 و 100 رو انقدر داریم نقضش میکنیم؟ الان تمام تمرکزی که میتونم بگم توی کلاسمون داریم بعد از اینکه حالا اصلا اصل واقعیت رو بیایم در نظر بگیریم و بدونیم که این واقعیت که داریم بهش میگیم اصل واقعیت منه یا واقعیت شما، واقعیت کیه؟ بعد به این نتیجه رسیدیم که واقعیت علمه. چرا؟ چون تکرار پذیره، تعمیم پذیره، آزمون پذیره. اینا رو بررسی میکنیم میگیم منی وجود نداره. آقا مثلا آب تو 100 درجه به جوش میاد، من نمیگم آب تو 100 درجه به جوش میاد که توی مقالات مختلف نشونتون دادم. توی نتایجش میگیم آقا پژوهش نشان داد که فلان، شواهد حاکی از آن است که فلان. نمیگیم من به این نتیجه رسیدم که فلان، نمیگی نظرم اینه که فلان. کسی توی مقالات علمی حق نداره بگه من این نتیجه رو گرفتم. تو کی هستی؟ درسته. دقیقاً احتمال بیشتر میشه پیش بینی کرد که فلان چیز با فلان چیز اینجوری ارتباط داره، یعنی میشه پیش بینی کرد. خب درسته. وقتی اینو برمی‌داریم اینجوری بهش نگاه میکنیم، تفکر این که فقط من درست میگم میره کنار یا من نظرم اینه میره کنار. بعد وارد چه مرحله‌ای شدیم؟ وارد که تفکر 0 و 100 نداشته باشیم، دیدگاه گورخری اصطلاحاً بهش میگن، نداشته باشیم، سیاه یا سفید نداشته باشیم، خوب یا بد نداشته باشیم، خوب و بد، زشت یا زیبا نداشته باشیم. هر چیزی زشت هست زیباش هم هست. درسته. از باغ گلی چیده نشد دست مریزاد، ای خار صفایی اگر از ماست هم از توست. یعنی این خار با اینکه خاره میگیم دستمون رو زخم میکنه، تیز فلان بهمانه، اما اگه همین خار هم نبود محافظت از گلی هم وجود نداشت. خشم درسته خیلی جاها به ما آسیب میزنه، وقتی به ما آسیب میزنه که اون خشم رو معطوف به خود میکنیم. اما خشم اگر نباشه ما نمیتونیم از خودمون مراقبت کنیم. پس دیدگاه 0 و 100 رو باید بذاریمش کنار. حالا همین دیدگاه 0 و 100 رو اگر بخوایم بذاریم کنار و به مفهوم سرزنش بخوایم نگاه بکنیم، اینجوری نگاه میکنیم که آقا قرار نیست سرزنش بکنم یا کلا ولش کنم، با چرایی قراره بریم جلو. چرا من این کارو کردم؟ استاد الان یادم افتاد عین همین که تو معامله میگید وقتی ضرر میخونی برو ببین چرا ضرر کردی. آفرین. میگم وقتی ضرر میکنی شخصیت معاملاتی تو نبر زیر سوال، برو رفتار معاملاتی تو بررسی کن ببین چرا این کارو کردی. هر رفتاری از یه نیازی برخواسته دیگه، هر رفتاری یه نیازی پشتش بوده. یه بار یه جلسه گذاشتم بهتون گفتم ببین بچه‌ها، یونگ یه جمله خیلی قشنگی داده توی کتاب کهن الگوها، بخونید این کتابو، خیلی قشنگه. میگه که انسان وقتی میتونه ردای ایمان رو از تنش در بیاره که چیزی رو یا جامعه دیگه رو داشته باشه به تن کنه. دقیقاً خالی نمیتونه بمونه. نه آفرین. اینو اومدم توی معامله گری براتون ساعت‌ها بازش کردم، یعنی یه 4-5 جلسه من روی این جمله مانور دادم که شما وقتی میتونین از پلن معاملاتیتون تخطی کنید
که یه پلن جایگزین دیگه ای وجود داشته باشه. آفرین. حالا پلن معاملاتیتون بر حسب آزمون و خطا، بر حسب تخصصتون، بر حسب علمتون، بر حسب دانشتون، اینا به دست اومده و تجربیات معاملاتیتون که کلی ضرر براش دادین، کلی دلار خرجش کردین. خب اون پلن جایگزین بر اساس استراتژیاتونه، بر اساس نیازهاتونه، بر اساس وجدانتونه، بر اساس احساس گناهتونه، بر اساس چه میدونم نیازهای دیگه واسه ارضای فوریتون بوده، چه میدونم می‌خواستی سریع اجاره خونه‌تون رو در بیارین، سریع فلان بدهی رو پاس بکنید، سریع دهن فلانی رو ببندید که گفته ترید کردن به درد نمیخوره. هر کی به یه دلیلی یه چیزی جایگزین داشته که تخطی کرده از پلنش. و یه چیزی مثل آمینوپوتنسی که آقا من میتونم، من حتی اگر بدون پلن بیام جلو هم میتونم. یه چیزی مثل کنترلری، آقا من بر بازار سوارم نه بازار بر من. این چیزا رو در نظر گرفته یه پلن جایگزینی بوده که از پلنش تخطی کرده. حالا اون چرا به دست میاری؟ هر چرایی یه جوابی داره دیگه، درسته؟ چرا این کاری کردم؟ این علت. حالا این کاری که کردیم، این رفتاری که کردیم، این رفتارها و پلن‌های جایگزینی که پیاده سازی شده و عملی شده، این پلن‌ها، این رفتارها از یه تفکری داره نشأت میگیره. غیر از اینه؟ نه استاد. باور یه سری تفکر من داشتم، این تفکرات باعث شده من اینجوری رفتار بکنم. خب دقیقاً. تفکرات از کجا اومده؟ از مفاهیم من اومده. یه سری مفهوم در تجربیات. آفرین. حالا من اگر بیام مفاهیم زیر این تفکر رو بررسی بکنم، مثلا چه میدونم به این نقطه که میرسه برمیگرده. تجربه بهم نشون داده به این نقطه که چارت میرسه برمیگرده. من اینجا به این علت خارج پلنم برگشتی گرفتم. خب نمیشه که دختر من. شما نگاه کن چند تا تجربه از چند تا. بعد تجربه جدیدتر میای چارتای دیگر رو بررسی میکنی، برگشتی رو حرفه‌ای‌تر بررسی میکنی، میبینی بله قاعده‌ای هم داشته که شما در نظر نگرفتید. استاد میانه کلامتون این یه تیکه که میبینم مثلا قیمت میخواد برگرده، سریع پیش خودم میام پیش بینی میکنم آره جزء پلنم نیست، مثلا یه ستاپ جدیده دارم تازه میبینم، میگم آره برمیگرده، میپرم میگیرمش بدون که به قول شما ببینم چند تا از چند تا. هنوز عجله میکنم، یعنی صبر نمیکنم اینو بک تست بگیرم. این چیزی که داری میگی چرا میپری و میگیری؟ چون آمیخته ای از درست و غلط رو گذاشتی جلوی خودت. نه یعنی چی استاد؟ تصفیه کن، غربالش کن. تو میگی ستاپ جدیده، هنوز در پلنم نیست، پس وایسا مشاهده کن. اشتباه میکنی. همون استاد وایسا مشاهده کردنش انقدر سخته، اون لحظه یه فشار میاد آدمو مجبور میکنه فقط اون معامله رو لحظه بگیرم. آفرین. حالا ول نکن، بگیر الان میریزه، بگیر الان از دست میره، رفتا. ول نکن یقه خودتو. فرید یه جمله داره میگه هر کی که به مکانیزم‌های دفاعش آگاه میشه روان رنجور میشه، روانش آزرده میشه. میدونی چرا نسیم؟ نمیتونی سر خودت کلاه بزنی، راحت‌تر میشه. نه اتفاقا روان رنجور میشی، همش یه آزاری داری. چرا؟ چون نمیتونی دیگه خودتو گول بزنی، نمیتونی خیلی راحت کلاه سر خودت بذاری. میفهمی اینجا داری خودتو چشات یه سری مسائل میبندی. بعد انتخاب میکنی گول بخوری، انتخاب میکنی انتخاب میکنی، واسه همین ناراحت میشه، افسرده نمیشی. اون ناراحتی اون روان استاد بعدش میگم لامصب، میدونستم هر نباید میگرفتم ولی گرفتم. اون ناراحتی روان رنجوری است. حالا اینجایی که میگی میدونم نباید بگیرم ولی اون نگرفتن سخته، بله. اینجوری ببین یه مسئله مردم ما دارن که هی صورت مسئله رو تکرار میکنن. من این مشکل رو با چند تا دور و بریام هم دارم، مثلا سرش ساعت‌ها دارم باهاشون بحث میکنم. چطور استاد؟ چطور میشه؟ مسئله رو تکرار میکنم، یعنی من نمیتونم وایسم اینجا دوره یه ذره باز میکنه صحبت میکنیم بازش میکنیم میریم جا تا دوره که من نمیتونم صبر کنم اینجا. بابا اینقدر تکرار کنی من نمیتونم اینجا صبر کنم، من نمیتونم اینجا صبر کنم، نتیجهش چیه؟ که واقعا نمیتونم صبر کنم.
نه اتفاقا زرد نمیخوام بهش نگاه کنم که هر چی تکرار کنی سرت میاد اتفاق میفته. وقتی میگی من نمیتونم صبر کنم کاری نمیکنی، فقط داری تکرار میکنی صورت مسئله. خب یه بار گفتی فهمیدیم، یه بار من فهمیدم از این موضوع به رنجی و به رنجم. خوب میدونی باز برمیگرده به اضطراب مرگا، یادمون میره میمیریم، وقت نداری انقدر داری صورت مسئله رو تکرار میکنی. باید پاشی جمعش کنی، باید پاشی بری ببینی خود چرا نمیتونی صبر کنی. آقا مثلا نمیتونم صبر کنم چون موقعیت معاملاتی یهو میره. خب موقعیت معاملاتی رفتنش، اون رفتنه، مگه نمیگی موقعیت معاملاتی میره؟ رفتن موقعیت معاملاتی برای تو نسیم چه معنایی داره؟ حالا اینجا آدمو فرق مثالش رو نگاه کن. برای خودت رفتن موقعیت معاملاتی چه معنایی داره؟ یه سود کلمه. از دست داد، از دست دادن سود. خب 3 بعد نفر رفتم من نگرفتم مثلا یه بلد دونه نسیم، یه دونه. اوکی باش اوکی. یه نفر دیگه میکروفون روشن کنه. جانم استاد. واسه من مثل اینکه کاری نکردم یا کاری نکردم، منتظر بودم نه کاری نکردم. اوکی امیر حسین تو چی؟ مرسی عارف. استاد وقتی معامله از دست میدین که چه حسی دارین؟ چه معنی برات داره؟ استاد میتونستم کاری کنم ولی ریاکشنی انجام ندادم، از دستم رفت. یه نفر دیگه. مرسی امیر حسین. استاد احساس درماندگی و اینکه درماندگی و استیصال. مرسی مرتضی. جانم داوود. استاد مثل موقعیت‌های خوب قبلی که از دست دادم این دفعه هم از دست دادم. مرسی داوود جان. این میشه سود. دیدی نسیم؟ بله استاد. 5 نفر جواب دادن 5 تا چیز مختلف که هر کدومش جای بررسی داره، هر کدومش رو میشه تفکر جدید براش ساخت، هر کدوم نیاز به تجربه جدید داره. اونی که به چشم سوگ نگاه میکنه باید ببریش رو 100 گرفتن و تیپی خوردن، یعنی باید در بافت تیپی خوردن قرار بگیره. اونی که میگه آقا نگاه میکنم میره و حس میکنم کاری نکردم، باید بیاید تیپیای قبلیشو بررسی بکنی، باید بیاید تو پلنش نگاه بکنی. آفرین، باید بیاید تو پلنش نگاه بکنی، استپ بای استپ بیاره جلو چک لیستشو. اونی که انگار زود از معامله اومده، معامله ها سودای بیشتر گرفته و این نگرفته، حالا اون حس جاموندگی شاید گرفته. یه نفر دیگه هست میگه آقا من حس میکنم جا موندم، عقب بودم، اصلا همین استیصال، حس درموندگی بهم دست میده. میایم نگاه میکنیم نه، اتفاقا بعد از 5 تا تیپی حس درموندگی بهش دست میده. بعد میرسیم به اینجا که او من فلان کارارم تو زندگیم کردم، فلان تیپیارم خوردم، فلان چیزارم تو زندگیم رشد دادم، آوردم بالا، به یه نقطه‌ای رسیدم، میگم خب اینجا بعد چه پلنی دارم؟ پلن ندارم، فقط می‌خواستم این بشم، الان شدم. خب چون پلن ندارم برمیگردم به قبلم، دوباره برسم به اینجا. آفرین. پس باید یه بعدی رو برای پلنش اضافه بکنی. ببین نسیم هیچی بی علت نموند. چقدر صحبت قشنگ بود از طرف تک تک بچه‌ها. ممنون دارتم و دستبوس. سلامت باشید. چیزی الکی نیست. اگر شما نگاه میکنی چرا فلان، چرا بهمان، چرا اینجوری، چرا اونجوری، تکرار صورت مسئله، غیر از اینکه شما رو در یه جایی نگه داره، غیر از اینکه هیچ قدمی از قدم نتونی به خاطرش برداری، هیچ فایده دیگه‌ای برات نداره. و این مغزو باید ناچاری، اگر یه میزان رشدی به بعد رو میخوای، ناچاری یقه خودتو بگیری، اما با چرایی. نه اینکه یقتو بگیری که چرایی که به جواب داره، نه اینکه یقه خودتو بگیری چک و پوکی کنی. بعضی مامانا هستن بچه‌هاشونو که میخوان تنبیه بکنن، خب اصلا خیلی از این چرا کردنای الکی، شما رو نمیگم و کلی دارم میگم، یعنی من شما رو نگذاشته تو میدونم یه مثلا نوعی دارم عرض میکنم. بله خدای نکرده. خیلی از اینا که چرا الکی میکنن،
مثل وقتایی میمونه که مامانشون وقتی یه اشتباهی میکردن میگفته چرا این کارو کردی؟ بچه تو میاد جواب بده، دوره میگه نه چرا این کارو کردی؟ خب بابا بگن چرا این کارو کرد، دوره میگه نه چرا؟ مگه من نگفته بودم نکن، چرا کردی؟ دوره بچه تو میاد حرف بزنه نیست، توجیهش نکن چرا اینجوری شد. بعد بچه نمیدونه خود تو چرایی رو گذاشتی جلوی من، جواب بدم یا ندم؟ اگه میگی اصلا چرا، نمیخواد جواب چراییه رو بدونه، فقط بگه به حرف من گوش ندادی. آفرین. پس بعضی از چراهایی که ما از خودمون میپرسیم جنس توبیخ داره، آها جنس درسته. دونستن. حالا اینجاست که فرد میاد میگه من چرا رو از خودم میپرسم، جواب ندارم به خودم بدم. بعد نوع چراهاشو که بررسی میکنیم میبینیم فقط مؤاخذه است، نه چرایی که به جواب بخواد برسه. درسته استاد. مؤاخذه‌ای نداریم. من فقط یک بار وقت زندگانی داشتم در مسیر، ای دوست دستت را جیگر رها کردم، ببخش، مال دکتر نظری، فاضل نظری، اگه تو را دستت رو رها کردم رفتم کشف کنم، تو ما رو ببخش، من داشتم میگشتم پیدا کنم ببینم چه خبره، یه بار زندگی کردم، چقدر قشنگ بود استاد. نمیتونم تو این یه بار اشتباه نکنم، نمیتونم کشف نکنم. انقدر قشنگی برام داره. یه بچه رو وقتی میبریش تو یکی از قشنگترین لذت‌های دنیا، اگه خودتون بچه ندارین بچه‌های خواهرتون برادرتون اینا رو ببرید بیرون، واقعا ببرید بیرون، یعنی وقتتون هدر نمیره. انقدر که اونجا یاد میگیرید تو هیچ کلاسی یاد نمیگیرید، خدا شاهده. بچه رو میبری بیرون یهو میدوه مثل جت میره اونور خیابون، جون به لب میشی یا، اما بعد میبینی اونور خیابون یه گربه خوابیده، این گربه رو رفته با ذوق بشینه نگاه کن. ولی تو این مسیر یه موتوری این ورش رد میشه، خودت جون به لب شدی فلان، بعد یادت میفته چه جاهایی که تو میخواستی چه ریسکایی بکنی، یا همین الان چه ریسکایی میخوای بکنی. بقیه فقط سر اینکه مراقبت باشن چقدر دارن سنگ جلو پات میندازن، چقدر جلو این ذوقو دارن میگیرن. این تویی که باید این معانی رو بدی، این تویی که باید از دردات. ببینید بچه‌ها، درد توی زندگی ما یه بخش گریزناپذیره، همیشه هست، درد و هیچ کاریش نمیتونیم بکنیم. ولی اگه معنی از هر دردی نکشیم بیرون، رنجه، کل زندگیمون رو رنج میگیره. حالا جون به لب شدم یه نوع درده، این جون به لب شدن رو چه معنایی توش میخوام در بیارم، چه پلن رفتاری رو میخوام باهاش بچینم. میدونی انقدر کار داریم و انقدر چرایی برای جواب دادن برای خودمون داریم که نمیرسیم بخوایم فقط تجربه بکنیم، فقط چه میدونم عین اون حرف بزنیم و غیره و غیره. یعنی هر کی استاد بیشتر ببخشید صحبت میکردید. اونجایی که میگید موتوری داره بله ببندم، هر کیو بله. دیدید بیشتر داره غیبت میکنه، بیشتر سرش تو زندگی این و اونه، بیشتر داره چه میدونم تهمت میزنه، بیشتر داره دخالت میکنه، بیشتر داره تو مرز این و اون میره، این اینقدر چرایی جواب نداده تو زندگی خودش داره که ناامید شده. دیدید از فرط گرسنگی احساس سیری میکنیم، دیدید از فرط خواب از سرمون میپره و خوابمون نمیبره، دیدید که یه موقع‌هایی میشه انقدر کار داریم که بیکاریم، ازای هر بندی یه همچین حالت آوردم $N پول دادم به بازار. یعنی انگار این بنده رو خریدم پیاده بکنم. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که شما ماشین رو میخری، حالا خودروه هست، خودش هم ضبط داره، ولی تو میخوای بری ضبطش رو مانیتور دار کنی، تو میخوای چه میدونم آمپیلی هم ببندی، میخوای سیستم صدا رو تقویت کنی، میای چیکار میکنی؟ پول میدی، اون باندا رو میخری، سوار بر ماشین میکنی. برای اون سوار ماشین کردنه، برای اینکه سوار ماشینت بمونه پول دادی، نمیای استفاده نکنی. چرا؟ چون پولشو دادی که استفاده بکنی. هر تشخیصی هم که بازار داره روی شما میده،
هر استاپی هم که شما داری از بازار میخوری، این استاپه یه قاعده‌ای رو داره بازار به شما میفروشه. حق الویزیتشون استاپ هست. حالا اینکه شما مجدد استفاده نمی‌کنی مثل این مونه که میری دکتر ریت خرابه، میری دکتر بهت میگه با این ریه حداقل 1 هفته رو نباید سیگار بکشی. شما پول ویزیت رو دادی که نظر طبی اون دکتر رو بشنوی، ولی باز میری اون سیگار رو میکشی، دیگه یه سری مسائل دیگه است. حالا وقتی خودم میدونم، یعنی باز میشه اگه دقت کنید وقتی میرید پیش پزشک در بیماری جسمانیتون، وقتی کامل براتون بیماریتون رو باز میکنه بیشتر پایبندین. میدونید چه اتفاقی داره میفته؟ رژیم غذاییش رو بیشتر رعایت میکنیم، مصرف دارو رو بیشتر مدیریت میکنیم. چرا؟ چون براتون باز شده چه اتفاقاتی داره میفته، دیگه انتخابش میکنی، با آگاهی داری میری جلو. یه موقع هست من استاپ میخورم، نمیدونم چی رو باید به پلنم اضافه کنم، به جای اینکه آنالیز کنم بهش میگن اثر لنگردیه، یه سوگیری روانشناختیه که اولین چیزی که میگیرم حس میکنم همین درسته، همین اولین ایرادی که حس میکنم اینه، میگم همین بوده و این باعث استاپ خوردن من میشه. اینه که میگم وقتی که خلاف پلنتون میری جلو میخوای تحلیلش بکنیم، ما اصلا معامله رو کاریش نداریم دیگه، اصلا تحلیلش نمیکنیم، فقط میام سراغ اینکه چرا خلاف پلن رفتی جلو. چون وقتی خلاف پلن میری جلو، بارها سر همین کوچینگ‌ها هم دیدیم، معامله‌گر یه معامله رو نشون میده، تا میام ایرادو بگیریم میگه نه من اینو که خلاف پلن گرفتم، پلنم تخطی کردم. میگیم باشه پلن تخطی کردی، ولی عزیزم اینجاش اینجوریه. میگه آره این که شما میگین درسته، ولی خب میدونین من پلنم تخطی کردم. تو میخوای بیای نکته دومو بهش بگی، یا میخوای بگی جدای از این قسمت که اینجا تخطی کردی اینم هست، و جدای از اینکه اینجا این اشتباهو کردی اینم هست، جدای از اینکه اینو نادیده گرفتی، این نشانه رو ندیدی، این نشانه رو هم نادیده گرفتی. اما با این جمله‌ای که من از پلنم تخطی کردم، زبون اون متخصصی که میخواد در مورد معاملش نظر بده رو هم میبنده، دیگه نمیشه در موردش حرف زد. یعنی این دلار داده شده، حق و ویزیت به بازار داده شده، انگار اون ام‌آرآی گرفته شده، اون سی تی اسکنه گرفته شده، اون آزمایش خونه جوابش آماده شده، اما اجازه تحلیل به اون پزشک داده نمیشه که حالا بگیم آقا دارو اینه، چه میدونم رژیم غذاییت اینه، رژیم رفتاریت اینه، این اجازه داده نمیشه. باشه که اثر لنگر، یعنی ما همون اولیو که دیدیم همونجا نگهش می‌داریم، قلاب می‌کنیم، میگیم همین، اول دیتایی که گرفتیم میگیم همین. خب واسه همین پلن معاملاتی وقتی داریم بهش نگاه میکنیم، بچه‌ها 0 تا 100 پلن معاملاتی باید بندازید روی این که بندش رو شما بتونید در موردش سخنرانی بکنید. یعنی وقتی گزینه اول پلنتون این میشه که من اول کرومو باز میکنم، یعنی چی؟ معنیش اینه که متا تریدر اول نه، کروم اول فارکس فکتوری و خبر رو چک میکنم. معنیش چیه؟ دکتر فارکس فکتوری نه میدونم استاد، این چارت کال ما تست چارت می‌کنیم. کالو میدونم استاد، کلا من دارم عرض کنم، یعنی همچی که داشتم میگفتم منتظر این بودم. نه اصلا چیزه، خود فلسفه قضیه است. اخبار رو چک میکنم. اخبار رو که دارم چک میکنم، چرا اخبار رو چک میکنم اولویتمه. وقتی میدونم آقا هیجانی فلانه برمونده، الان دیگه البته اینا دموده شد، یعنی الان همون تایم خبرم میتونم بیام اخبار رو چک بکنم که بفهمم کجا با همین نکست نیوز میتونم معامله بکنم، همون اخبار به من تیپی بده. استاد درسته؟ آره من خودم رسم چند ساله، ما بیش از یه هفت دست گذاشتم کنار، چند ثانیه قبل خبر میرم تو میام بیرون. خیلی برام جالبه، یعنی چیزی که همیشه انجامش نمیدادم بیش از یه دهه رو، و به بقیه همه گفتم نکنید آقا سر خبر ما که فاندامنتال بلد نیستیم، بلدم باشین که شاید خیلی خبره نباشین، با 4 تا منبع جمع کردن که نمیشه تحلیلگر اقتصادی شد که نمیدونیم. خب 100 قبل و بعدش نمیگیریم، یعنی مثلا اینکه شما میگی به دکتر، به اون مربیش
میگه که حالا البته من این معاملا خلاف استراتژی بوده ها، فرار میکنه ازش، لنگره رو میندازه. ما لنگره رو میندازیم، گفتیم آقا اصلا خبر شد 4 تا تعطیل، 1 ساعت قبل و 1 ساعت بعدش تعطیل. الان نه اصلا انگار تازه دارم ترید میکنم، یعنی لذت که بود خبر ترید کردن. خب اینجوری هیچ وقت نمی‌کردم دیگه، نوع تازه از حسش. درسته. اصلا سامانه تدریس هم از من گرفته شده. یعنی الان داشتم میومدم جلو که اهمیت عنوانای پلن رو بگم، الان خبر میومد تو ذهنم که خب الان خبر که خودش درست سود نیست، چرا بگیم خبر نگیرم، چرا مثلا این فهم رو بیام. حالا اینجوری بگیریم که آقا مثلا کروم نه، تو پلن من نوشته اول تایم ساختار تو چک کن، بعد برو تایم معاملاتیت. میام تو تایم ساختارم نگاه میکنم توی اصلاحه خلاف روند حساب میشه، اصلا نرم تو اون تایم فریمی که میخوام معامله کنم باز کنم ببینم چه خبره. چرا؟ چون طبق پلن من اینجا جام نیست، اصلا پول توش نیست که من بخوام برم اونجا. میذارم این اصلاح تموم شه، به قول نسیم بفهمم میخواد روند جدید شروع بشه، میخواد همین رو ادامه بده. تکلیف این که معلوم شد پولو دیدم، بو کشیدم، دیدم اینجا پول توشه، میرم تو تایم فریم معاملاتی میبینم چه خبره. من قبل از اون نمیرم، چون اگه برم به من ثابت شده بارها بازار این تشخیص رو روی من گذاشته که اگر هم پول توی بازار نباشه من برم سراغ تایم فریم معاملاتیم، دلیل برای خودم خلق میکنم که اون موقعیت معاملاتی رو بگیرم، حتما یه معامله باز داشته باشم حتما. اصلا انگار دست خالی بیرون رفتن از متاتریدر برای من افت داره، چه با سود چه با ضرر باید بیام بیرون. یعنی بالاخره وارد هر محیطی میشم انگار باید یه اکتی داشته باشم، انگار حتما باید یه عملی انجام داده باشم. وقتی من همچین آدمیم، تایم ساختار رو دیدم توی اصلاحش اصلا نمیرم تو تایم فریم معاملاتی. وقتی اون پلن رو بهش پایبند میمونید بچه‌ها که بند پلنتون رو بتونید توضیح بدید. سامان سر کلاس. سامان هستی؟ بله استاد اینجا. سامان از یه جای به بعد چه پروسه‌ای سر پلنت اتفاق افتاد؟ داستان عوض شد کلا. چجوری نه بگم؟ سر توضیح دادنش چی ازت میخواستم اگه جایی به بعد؟ آها اینجوری که انگار یکی اومده خیلی تخصصی باید بهش از 0 تا 100 همه اون جمله رو توضیح بده. که اگر آفرین مرسی عزیزم. یعنی یه نفر از توی یه بیابونی پیدا شده، این تیکه کاغذ افتاده دستش، فقط تو اونجایی بهت میگه این یعنی چی و چرا، بدون کوچکترین نقصی، بدون کوچکترین توپقی، بدون کمترین تعللی، بدون کمترین دوبشکی، سر بالا، صدا خیلی محکم، تک تک کلمات پلن با مدرک توضیح داده بشه. یعنی اگر اینجای پلنم نوشتم فلان، واسهش چارت دارم. اگر گفتم اینجای پلنم فلانه، واسهش عکس دارم. اگر گفتم اینجای پلنم فلان قاعده رو داره، پول ازش برداشت کردم. اگر گفتم اینجای پلن باید اینجوری باشه، پول بابتش دادم و رسید دارم توی اکانت هیستوری. این پلن میشه پلن تو، این پلن میشه امضای تو و نوع معاملاتش میشه امضای تو. خب اینجا دیگه ندا اگر دقت کنیم ممنوع و ناممنوع یه تعریف دیگه ای پیدا میکنه. اینجاست که شاید تو به برگشتی بگی ممنوع، من بگم اتفاقا برگشتی ناممنوع. تو میگی ادامه دهنده ناممنوع، من میگم اتفاقا ادامه دهنده ممنوع. بله استاد. استاد یه جورایی حالت اجبار میره کنار. آفرین. باید انجام شود، باید میره کنار. خدا پدرتو بیامرزه، چه کلمه قشنگی گفتی. اینجاست که برمیگردیم به این جمله خدا بیامرز آقای فروید که میگه آدمیزاد تا آگاه نشه داره چی کار میکنه مجبوره. اینقدر بهش نگید مختار، مجبور. ناهوشیارش و دیتاهایی که توش ریختن و دیتاهایی که از نون گرفته و اینا داره جهت بهش میده تا اینا رو نفهمه، تا ندونه چی کار داره میکنه، چرا داره این کار رو میکنه، مجبوره.
دقیقا همین حالتی میشه که الان شما گفتید. استاد حتی برای یه بچه کوچیک که میخوایم، حالا من یه لحظه داشتین حرف میزنین تو ذهنم اومد، حتی مثلا یه موضوعی میخوای یه چیزی به بچه بگی، مثلا دست رو نزن به یه جا داغه، مثلا نکن یه چیز نمیخوام بهش بگی، اگه توضیح بدی بیشتر عمل میکنی تا تهدیدش کنی. ولی ما از تهدید استفاده بیشتر میکنیم البته. چرا راحته تهدید راحته، خیلی راحته. من به جای اینکه بیام بچه‌مو بشونم بگم ببین بابا جان این کارو بکنی اینجوری میشه فلان میشه، بعد تازه چی میگه با مردم قدر عقل خودشون حرف بزن، بخوام با زبون بچگونه و با عقل بچگونه باش حرف بزنم. مثلا نگاه کردم بچه‌م 4 سالشه، تفکرش عینیه، انتزاعی نیست، یعنی مفاهیم انتزاعی رو من نمیتونم براش توضیح بدم، با چیزایی که تجربه کرده و دیده میتونم براش توضیح بدم. تا بیام از مثالهای خودش استفاده کنم، از کلام خودش استفاده کنم، با لحن خودش استفاده کنم، با زبون خودش حرف بزنم، با اون هیجان بچگونه حرف بزنم، میدونی از چند تا کار عقب افتادم، دید چه حال و حوصله. یه چیز دیگه میاد بالا بعدش. لحظه ندا، یه کلام تهدیدش میکنم، میگم بابا یه بار دیگه این کارو کنی پوستتو میکنم، یا برو ببینم. خب تموم شد، راحت شدم. چرا باید این راحتی رو بدم اونو بگیرم؟ خب بعد استاد فرض میگیریم سختیش هم قراره بپذیریم، ما سختیش هم میپذیریم یه جاهایی، ولی بازم یه جایی یه حس مثلا کنترل میاد بالا، خب باز یه احساس دیگه با همین هم جزی سختیه است. فکر میکنی برای مثلا من بابا میخوام به بچه‌م بگم فلان، خب بعد میبینم که دوست داره کشف کنه، 4 سالشه 5 سالشه، دوست داره کشف کنه، میخواد اون مسیر هم بره و میدونم که ببین روسو خیلی جملهش قشنگه، پدر رشد روسوه، میگه آقا بهترین مدل تربیت، حالا کار ندارم جملهش درسته یا غلطه، اینجا این جمله میشینه، میگه آقا بهترین مدل تربیت اینه که بچه رو بسپاری دست طبیعت و طبیعت خودش بیاد جلو. خب میام نگاه کنم، خب بچه درسته من بهش گفتم بابا این مدلی، این توضیح دادم، این توضیح هم دادم، باز دلش میخواد این مسیر بی رو هم کشف کنه، مسیر بی رو هم تجربه کنه، باز میخواد یه وری بره بگه شاید این درسته. حالا من بابا به تیریج قبام بر میخوره که بهش گفتم مدل آ این داره مدل بی رو میره. دیدی با بچه‌ها پازل درست میکنیم، میاد یه تیکه‌شو میذاره اینجا، میگیم نه بابا این مال این تیکه است، بعد بچه ورش میذاره به زور میخواد بچپونه روی یه قسمت دیگه. خب بله من والد باید اینو دریابم که اولا از یه سنی به بعد بچه دلش میخواد مستقل کار کنه، از همون 2 و نیم به بعد، 2 و نیم سالگیش به بعد، و از طرفی هم باید اینو بپذیرم که هویت یابی و تفرد بچه از ناارزنده سازی من والد شروع میشه. یعنی باید بوتی که منم در ذهن این بچه بشکنه تا بتونه بفهمه از من بخاری در نمیاد، خودش بری دنبال پیدا کردن، خودش بری دنبال شناختن. حالا من به تیریج قبام بر میخوره که داره یه جایی خلاف حرف من عمل میکنه، تنش منه، مال منه، مسئولش منم، به بچه ربطی نداره. باید بشینی تو تنشش. خب بعد حالا استاد همینو ببریمش تو ترین. آفرین. خب ما میخوایم بریم تو ترین. یه جاهایی من گفتم بحث کنترل اومد دیگه تو ذهن من، یه جایی توی بازار روی چارت روی کنترل میاد بالا، ما الان اون لحظه متوجه نمیشیم حس کنترل اومده بالا، ولی بعد از این که حد ضرر خوردیم نمیدونم اینا اتفاق افتاد این متوجه میشیم. خب وقتی دیگه اتفاق افتاد چه فایده داره ما بفهمیم؟ خدا پدرتون بیامرزه. واسه همین همیشه یه جمله تو کوچینگ بامون داریم بهتون میگیم، هیچ وقت توی ترید انقدر رو اشرف مخلوقات بودنتون حساب نکنید.
اینجا خیلی خبری نیست. قهرمان جهانی مال بیرون این چارت قهرمان جهانی. یه آدم ثروتمند فلان کارآفرین موفقی مال بیرون این هیته. یه کارآفرین موفقی رتبه کنکور تک رقمیه مال بیرون اینجاست. یه سلبریتی معروفی مال بیرون اینجاست. اینجا خیلی حساب نکن رو نخبه بودنت، روی خلاق بودنت. اینجا باید چیکار کنی؟ چون تمام این چیزایی که شما فرمودین در ما میاد بالا، یه چیزی داریم به نام چک لیست معاملاتی. آفرین. که این چک لیست معاملاتی تیک زدن داره، چک کردن داره. میگیم چک لیست، یعنی لیستی از مواردی که باید چک شود، بررسی شود. حالا تو وقتی مواردی که باید بررسی شود را نادیده میگیری، طبیعتا خودتو بیشتر در معرض این قرار میدی که به بازار اشراف داشته باشی و کنترلش بکنی. اما وقتی خودتو موظف بدونی که آقا این چک لیست رو نگاه کنم، اگر فلان نبود فلان کارو نکنم، اگر فلان بود فلان کارو بکنم، با این چک لیست داری میای جلو، طبیعتا به این مفتی ها هم تو دام کنترل کردن بازار نمیافتی. خب حالا استاد اگه مثل همون بچه‌ای که بهش گفتیم یه چیزی رو باید مثلا الان توضیح دادیم برای خودمون توضیح دادیم اینا رو بگم، توی بازار مالی مسئله‌ای که وجود داره، ما فکر میکنیم همین آدمی که ریش و سیبیل داره و چه میدونم 2 تا 3 تا 4 تا بچه داره و شوهر کرده، زن گرفته، خانواده تشکیل داده، یه زندگی استیبلی ساخته، این آدم اومده پای چارت نشسته، واسه همین حق انتخاب داره، کشف کرده، تجربه کرده، گرم و سرد چشیده، 4 تا پیرن پاره کرده. حس میکنیم این آدمه اومده نشسته پای چارت که انتظار رفتار بالغانه ازش داریم. کمان که انتظار رفتار بالغانه رو بیرون هم ازش داریم. بچه‌ها یادتون نره وقتی پای چارت نشستین انگار یه بچه یک ساله یا 2 ساله نشسته پای چارت. خیلی خودتون رو بزرگ ندونین پای چارت. وقتی خودتون رو به چشم یه بچه 1 سال 2 ساله نگاه کنین، ببینید بچه‌های 1 سال و زیر 1 سال بچه‌هایی هستن که فقط قسمت لذت طلبشون فعاله. یه بچه 4 ماهه رو در نظر بگیرین، هر جا دلش بخواد دفع ادرار داره، دفع مدفوع داره، هر جا دلش بخواد جیغ میزنه، هر جا دلش بخواد گریه میکنه، هر جا دلش بخواد میخوابه، هر جا دلش بخواد بعد شیرشه باید آروغ بزنه، هر جا دلش بخواد هر کاری دلش بخواد میکنه، هر چی میخواد، انقدر گریه میکنه تا باید سریع بهش بدین تا آروم شه. غیر از اینه؟ نه برای بچه 4 ماهه که کسی اصول تربیتی نمیذاره. این بچه 4 ماه اگه گفت مثلا چه میدونم این خودکاری که درش هم بسته ضرری هم نداره، میخواد این رو بگیره دستش جذب میکنه دیگه، دست بچه رو انگشتتون رو بذارین میبنده، یعنی داره جذب میکنه که بشناسه. خودکارو میذاری اینجوری میکنه، نه یا به زور اینو ازش بکش، حواست باشه تو چشش نره، حواست باشه که میخواد تو دهنش بکنه این کثیف اینجا بعد دیگه میگیری. خب شست خودشو بکنه تو دهنش، یه پسونک بکنه تو دهنش، ولی حواست باشه این لذت طلبه، این هرچی میخواد امپراتوره باید بهش بدی. خب لذت میخواد. ما هم وقتی پای چارت میشینیم لذت میخوایم. اجاره خونه میاد تو ذهنمون، بدهیمون به فلانی میاد تو ذهنمون، انقدر پول در آوردن میاد تو ذهنمون، حسادت و رقابت که فلانی انقدر سود در آورده من در نیاوردم میاد تو ذهنمون، هزار تا چیز میاد تو ذهنمون. و کدوم بخشمون از همه فعالتره؟ بخش لذت. چه فرقی با اون بچه 4 ماهه میکنیم؟ چه فرقی با اون بچه 1 ساله میکنیم؟ منتها میگم 1 ساله 2 ساله. چرا؟ چون از اون طرف دارن از پوشک هم میگیرنش. چی بهش میگن؟ میگن درسته که تا حالا هر جا دلت میخواست دفع مدفوع داشتی، الان حواستو جمع کن دختر گلم، پسر گلم، اینجا نه، دستشویی. درسته هر جا دلت میخواست میپاشیدی بیرون، اما دختر گلم، پسر گلم، دستشویی. اینجا این موسو دست گرفتی دل نمیشه بپاشی بیرون. ببین اکتی که انگشت ما داره یه نوع بیرون پاشیدنه، سمبولی از دوره مقعدیمونه، دوره از پوشک
اون سختی که موقعی ببین تو خودت بچه داری نداره فکر کنم، آره؟ بله چه استاد. سختی کشیدی وقتی داشتی آموزش توالت رفتن رو به بچت میدادی؟ خیلی سخت بود و همچنان هم استاد داشت درگیرم. خودش چقدر سختی میکشه بابا، پاش جون نداره بره بشینه. حالا میری صندلی کمکی براش میخری اینا، ولی بازم پاش درد میگیره. باید یاد بگیره سری بدوی بره تا اونجا، هم حسش کنه، هم تصمیم بگیره، هم فاصله سنجی بکنه، هم بدوی بره، همین پادرده رو به جون بخره، هم منتظر بشینه تا تو بری بشوری. می‌بینید چقدر مکافات داره؟ یعنی هم برای خودش سخته، هم برای تو سخته. تنش داره، اعصاب خوردی داره. وقتی دندون در می آورد چقدر دلت میگرفت ندا. جلو چشت خیلی بچه استاد. آب میشه، جلو چشت این توفش میریزه رو پاش، بزاقش میریزه رو دست و پاش، تاول میزنه، جلو چشت داره قور میزنه، کاریش نمیتونی بکنی. بونه داره تب میکنه میگیره استاد. با هیچی آروم نمیشه، تب میکنه. ببین چقدر دلت میگیره، چقدر حالت بد میشه. ولی تو تنشش میشینی چون این بچه باید دندون در بیاره. تو تنشش میشینی چون این دندون در آوردن به نفع رشدشه. تو آموزش دستشویی رفتنه تو تنشش میشینی چون این بچه باید یاد بگیره که خودش رو کنترل کنه. این بچه باید یاد بگیره که دستشویی بره. این بچه باید یاد بگیره از نظر روانی که هر جایی هر چیزی قابل پاشیدن نیست. نگاهش رو هر جایی نپاشه، گوشش رو هر جایی در معرض هر پاشیدنی قرار نده، کلامش رو هر جایی نپاشه. درسته؟ اینا همه برمیگرده به اون دوره که من چقدر یاد گرفتم هر چیزی و هر جایی نپاشم بیرون. خب این تو تنش نشستنی که ما اونجا یاد میگیریم توی چک لیستمونه. یعنی وقتی پای چک لیستتون میشین، پای چارت میشینین، حواستون باشه دائما باید اینو بررسی بکنین که این چک لیست همون پادرد موقع دستشویی رفتن یاد گرفتنه. باید تو تنشش بشین. خیلی روی اینکه بچه من قویه، بچه من فلانه، بچه من زودتر از همه از پوشک گرفته شد، بچه من زودتر از همه شروع کرد به حرف زدن، بچه من زودتر از همه. دیدیم افه هایی و کلاس هایی که پدر مادر نسبت به بقیه بچه ها و پدر مادرهای دیگه میفروشن؟ بله استاد. بچه من زودتر به حرف اومد. این خیلی باهوشه، این 1 سالگی شروع کرد حرف زدن، این خیلی باهوشه، فلان تایم فهمید باید بره دستشویی، خودش میرفت دستشویی. اوکی، اینجا اونجا نیست. اینجا اونجایی نیست که بخوای این فخر رو بفروشی بگیم. بله استاد. چک لیست دیگه. همین دیگه استاد فهمیدم. سلام مشکرم. در مورد دوپامین هم ببینید بچه‌ها، وقتی که تیپی میخوریدن دوپامین ترشح میشه. خب ما باید بیایم اینو کانالیزش کنیم در راستای افزایش علاقمون. یعنی شما وقتی تیپی میخورید دوپامینتون میاد بالا، فانتزی سازی میکنید، خودتون رو بیشتر اهل این کار بدونید، از این دوپامین در این راستا استفاده بکنید، خودتون رو بیشتر اهلش بدونید، خودتون رو بیشتر در راستای رشدش بدونید و این منجر به این بشه که بیشتر پایبند به پلن بشیم. یعنی وقتی علاقه ایجاد میشه ما مجدد میریم سختی یک کاری رو تجربه بکنیم و تحمل کنیم. و پلن رعایت کردن، چک لیست رعایت کردن سخته. ما از دوپامینه باید استفاده بکنیم که خودمون رو اهل این کار بدونیم و از اینکه خودمون رو اهل این کار میدونیم استفاده بکنیم که به پلن و چک لیستمون بیشتر پایبند بمونیم. در این راستا میشه ازش استفاده کرد. دمت گرم محسن جان، متشکرم ازتون، مرسی. حالا یه سری لذت مثلا همین، اصلا بخوایم خلاصه کنیم، لذت یعنی کیف کردن. حالا کیف کردن یه وقتایی میتونیم یه دردی رو داریم تجربه میکنیم، از این درده یه معنایی میکشیم بیرون، چون گفتیم زندگی بدون درد نمیشه. یعنی همین که اصلا تو همین بحث دوپامینش هم اگر به این دقت کنیم که ما هیچ موقع نمیتونیم دائم رو سطح بالای دوپامین بمونیم، زندگی این حرفا سرش نمیشه. همینو بپذیریم. این توهمی که من دائم باید روی مود بالا باشم از خودمون میگیریمش. یعنی با این توهم نمیایم جلو که من الان شادم فلانم باید این کار رو انجام بدم، من میتونم اونجا. روی توهمه، نمیتونیم کامل انقدر سطح دوپامین رو بالا نگه داریم. بالا میاد پایین، بالا میاد پایین.
چون اگر دائم روی سطحی باشه پس علاقه چجوری میخواد به وجود بیاد؟ اگر دائم روی سطحی بالا باشه پس چجوری میخوایم سر یه کاری ذوق کنیم؟ اگر دائم سطحش بالا باشه چجوری میتونیم به آدما فیدبک مثبت بدیم به خاطر یه قدم مثبتی که برداشتن؟ اگه دائم سطح دوپامین ما بالا باشه روابط اجتماعی به هم میخوره. چجوری ذوقمون رو به این نشون بدیم که متفاوت باشه با ذوقی که به این میخوایم نشون بدیم؟ علاقمون رو به این نشون بدیم و چجوری تفاوتش رو قائل باشیم با علاقه‌ای که میخوایم به این نشون بدیم. این دیگه تفاوتی به وجود نمیاد، همش سطح دوپامین بالاست. یا همون شادیه، خوشحالی. مسئله لذت، مسئله‌ای که خیلی وقتا ما میتونیم از یه دردی لذت بکشیم بیرون. چجوری؟ وقتی که توش معنی در میاریم. مثل وقتایی که رشد کردن بچه‌مون برامون خیلی دردناکه، اما وقتی حاصل این رشد رو میبینیم لذتش رو میبریم. رشد دادن حساب معاملاتی، اون تیپی خوردن ها، تا وقتی که وای میسیم به تیپی برسه جون به لب میشیم، اما وقتی تیپی میخوره چه لذتی ازش میبریم. پس اگر بخوایم در کل به این لذت بگیم یه کیف کردن، یه حال کردن، یه سر حال اومدن و سر کیف اومدن، با این مقوله روبرو میشیم که بعضی از این کیف کردن ها ممنوعه، بعضی از این کیف کردن ها ناممنوعه. آدمیزاد، حالا با مثبت منفی همتون میتونید فیدبک بدین یا موافقت و مخالفت خودتون رو اعلام کنید. آدمیزاد بالقوه، یعنی از درون بالقوه، همچون که به دنیا میاد، حریص ممنوعیت هاست. حالا چرا؟ بیس علمی داره، اینجوری نیست که فقط بگیم ما با تجربه نشون داده آدمیزاد دنبال ممنوعیاته. گفتیم ما یه بخشی داریم به نام اید، نهاد، یه بخشی داریم که لذت طلبه، یه بخشی داریم که همش دوست داره نیازهای ما ارضا بشه، یه بخشی داریم که با ناکام شدن، با سرکوب شدن با اینو مشکل داره. این بخش من ارضا میخواد، بقامو میخواد حفظ بکنه. یعنی اید من، نهاد من باعث میشه دنبال پول بودن، یه خونه قشنگ برای خودم داشته باشم، یه اعتبار اجتماعی برای خودم بسازم، حرفم بروتر باشه، پول بیشتری داشته باشم، غذاهای با کیفیت تری بخورم، روابط با کیفیت تری شکل بدم. اینا همه از نهاد من میاد که بهترینا رو میخواد و درجا میخواد. خب یه بهترینا رو میخواد، درجا رو میخواد، تا لحظه مرگ هم با من خواهد بود. یعنی اید من باعث میشه که من جاهایی که نفس کم میارم نرم. پس برای بقای من از لحظه تولد من با من هست تا لحظه مرگ. حالا چرا آدمیزاد نسبت به ممنوعیت ها حریص‌تره؟ چون قسمت اید، قسمت نهاد با نمیشه و نمیتونی و اینا مشکل داره، با ناکامی مشکل داره، با سرکوبی مشکل داره. وقتی یه نیازی درونش میاد بالا، این نیاز باید به موضوع خودش، به ابژه خودش برسه و ارضا بشه. تو این مسیر انرژی خودش رو هم آزاد میکنه. این انرژی لیبیدو وقتی میخواد بره کمک به ما بکنه که به اون موضوع برسیم، در راهش ممکنه با یه سری موانع روبرو بشه و یه بخشی سرکوب بشه. اون قسمتی که سرکوب میشه، ما قانون پاستیک انرژی داریم، از بین نمیره، یه جا راه خودش رو پیدا میکنه میاد بیرون، فشارهای دیگر رو بر ما وارد میکنه، ممکن اصلا با بیماریهای جسمی خودش رو نشون بده. به هر حال یه راهی برای بیرون اومدن پیدا میکنه. قابلیت بدن ماست، قابلیت روان ماست. و آدمیزاد وقتی یه چیزی براش ممنوع میشه، یعنی یه نیازی نباید ارضا بشه یا این مدلی نباید ارضا بشه، اون ارضا سریع فوریه نباید اتفاق بیفته، بدن انقلاب میکنه، شورش میکنه. چون قسمت نهاد ما با این ممنوعیت ها، با این ناکامی ها مشکل داره، اصلا نمیفهمتشون. حالا میگم مشکل داره، مشکل داره هم اشتباهه، اصلا نمیفهمتشون که بخواد مشکل داشته باشه. پس آدمیزاد کلاً با ممنوعیت مشکل داره و علیهش انقلاب میکنه، با ممنوعیت سر ناسازگاری داره، با مانع سر ناسازگاری داره. و از قدیم و ندیم نمونش فلسفه های مختلف گفتن. مثلا یه بیت داری میگه آدم حریص منع شدن هاست، گر نبود
آن سیب راز شاخه نمیچید هیچ کس. آدم وقتی ممنوعش میکنی حریص‌تر میشه، بیشتر میخواد بیا جلو بره به سمت اون ارزا. حالا این چه ربطی به دنیای معامله گری داره؟ یه قسمتی توی مسائل فلسفی و روانکاوی اومدن پیاده کردن که آدام فیلیپس کتابی داد تحت عنوان لذت ناممنوع، لذت‌های ناممنوع. اینو بخونید، خیلی قشنگه. کلا آدام فیلیپس هر کتابی داره برید بخونید، خیلی متفکر خوبیه، خیلی جمله‌اش قشنگه، خیلی تفکر و دیدگاهش قشنگه. ما باید بریم اسما رو عوض کنیم یه مدت. یعنی وقتی وارد برهه زیبایی شناختی شدیم، اومدیم کلمه ها رو برای خودمون عوض کردیم. مثلا گفتیم نگیم از دست دادم، بگیم تاریخ انقضاش رسیده بود. اون جمله قشنگ‌تر میشه، دردش کمتر میشه. این با اصلاح کلمات تو دور زمانی و در عصر زیبایی شناسی بیاییم با تعویض کلمات خیلی از مسائل رو برطرف کنیم. کما اینکه توی معاملات خودمون هم داشتیم دیگه، یه سری جمله ها رو عوض می‌کردیم که آقا نگیم استاپ لاس حد ضرر، اینجا آخرین نقطه امنیت ماست، این آخرین سطح امنیت ماست. از اینجا به بعد دیگه حساب معاملاتی بدون هیچ بادیگاردیه. از اینجا به بعد حساب معاملاتی من هیچ امنیتی نداره. روند برگشته، کلا روند عوض شده و اینجا دیگه جاییه که از این نقطه به بعد دیگه هر چیزی ممکن اتفاق بیفته، هر بلایی ممکن سر حساب معاملاتی بیاد. مثلا بهش میگیم حد ضرر. و وقتی اینجوری تعریف شد، واسه حد ضرر گذاشتن نمیایم وسط کندل پشتی بذاریم. حالا که AI داره نقطه حد ضرر رو میده، اما حالا برای دوستانی که هنوز اون جدول براشون باز نشده دیگه نمیان بذاریم پشت کندل سفارش، سر کندل سفارشات یا وسط کندل، بگیم خیلی گنده میشه. میایم بگیم تا اینجا امکان داره قیمت بیاد. درسته شکل کندل سفارشات من بزرگه، هزینه‌اش برای من زیاد میشه، اما اینکه هزینه‌اش زیاد میشه در نمیشه من استاپمو بذارم وسط کندل، من باید بذارم پشت سوینگش. چون تو ادبیاتمون داریم اینجا استاپا رو جمع میکنه. خب یکی از استاپا مال منه، پس بذارم جایی که به این مفتیا تاچ نشه، به این مفتیا لمس نشه، بعد دور قیمت حرکت کنه، بریزه و مسیر خودش رو ادامه بده. بیایم کلمه رو عوض کنیم، بگیم نهایت سطح امنیتش، نگیم استاپ. و عصر زیبایی شناسی به ما کمک کرد که کلمات رو بهتر بفهمیم و ناهوشیار هم چیزی غیر از کلام، غیر از معنی، غیر از زبان نیست. یکی از کلمه هایی که خیلی باید بهش توجه بشه کلمه ممنوع که نقطه مقابلش میشه ناممنوع. و بچه‌ها وقتی الان فلسفه روانشناختی شو قسمت نهاد و اید و اینا رو براتون باز کردم، رسیدیم به اینجایی که آدمیزاد با نه، نمیشه، سرکوبی، محرومیت و ناکامی خیلی میونه خوبی نداره، با ممنوعیت خیلی میونه خوبی نداره. بیاید یه کاری بکنیم. یعنی از این یافته، از این تفکر، از این صحبتی که شده، از این کتابی که فیلیپ زحمتش رو کشته نوشته، از این فلسفه‌ای که از ارسطو تا الان هی دارن میگن، توی قرآن و توی مکاتب دینی مختلفی در صحبت شده، بیاید به این و خیشتنداری اصلا خیشتنداری برای همین مسائل گفته شده. خیشتنداری یعنی کسی که ممنوعیت ها رو بهش عمل نمیکنه. بیایم اینجوری نگاه کنیم که وقتی یه سری چیز ممنوعه و من نسبت به ممنوعیات حریصم، در مواجهه با این فلسفه چی کار میتونم بکنم که بیشتر رشد کنم و بیشتر سود به دست بیارم.
اساسا، ولی نمیگیرم. خیلی هم بعد ما باز میکنم ولی اصلا دلم نیست برم بگم، میگم الان اینجا سلر وارد شدم شدم ولی نمیگیرم. و اگر الان به ممنون پلن نیست. دقت کنی توش نوشتی وقتی اینجوری شد میرم تو، نمیگی تا وقتی اینجوری نشده نمیرم تو. این کامپلکس رو گفتیم من دارم، گفتم برگشت میگیرم اگه کامپلکس شد همین. یه کامپلکس تایم بالا برگشت معکوس میگیرم، داد. فلان شد فلان میگیرم. این شد اینو میگم. سفارشات داد منتظر خلاصی میمونم. خیلی وقتا دقیقاً. سفارشات رو نمی نویسید تو چک لیستتون، میگید خلاصی داد میرم تو، خلاصی داد میگیرم. خب خلاصی اون قسمتی که بعد سفارشات میاد دیگه، یعنی شما میخوای خلاصی رو رعایت کنی ناچاری که سفارشات رو هم رعایت بکنی دیگه، ممنون نمیکنی. 1 ساعت بعد خبر میگیرم تا 1 ساعت قبل خبر میگیرم. مثلا حالا مال اون تایمی که استاد ببخشید مال اون تایمی که خبر نبود. خب من دارم باز نکست نیوز نیاده بود تا 1 استاد ساعت همون قبل. کف چاپ، همون آفرین. کف چاپ معامله میگیرم در صورتی که بیاد سطح رو رد کنه برگرده بی‌وزنی بده من میگیرم، در غیر اون صورت خب نمیگیرم، میشه همون کف چاپ نمیگیرم. اینو چیکار میکنم؟ میگم سقف و کف و زده بود اصلاح داد ورود داد میگیرم. حالا میخوام بگم کف چارت چیز میکنم برگشتی میخوام معامله بگم نمیگیرم. آها کف... بعد کف چاپ هم منتظر علائمش میمونی که بخوای برگشتی ببینی. من دو تا پلن واسش دارم. آره استاد من اوایل ممنوعه می نوشتم، الان که برم پلنمو نگاه کنم نه ممنوعه نیست، این 2 تا جمله منم عوض شده. یعنی اصلا من ژورنال دارن، کسایی که با من تحلیل ژورنال دارن ناخودآگاه تو پلن همشون این پیاده شده. مثلا ممنون نیست حریص نمیشیم دیگه، چون ممنون نیست هیچی اصلا حریص نمیشم. حریص نمیشه. اگه میگفتی نگیر درست میگی اصلا میگفتم یه دونه بدم بگیرم. میخوام تست کنم تجربهش کنم، میخوام خودم بفهمم چرا. اون اخلاقی که من دارم دیگه، اون اخلاقو میدونم میخوام خودم بفهمم. اون دیگه یا استاد جبل عاملی تست کردم، میخوای چیکار عارف گفته روشو برو دیگه پولت در تمام شده رفت. فلان شد بگیر، اینو تو بچه‌تون پیاده کن ببین چقدر فرق میکنه قضیه. بابا اینجوری شد برو تو. مثلا چه من ندا میخواد به بچه‌اش بگه کی بره تو کوچه. بابا 5 و 6 عصر شد برو بیرون. استاد اینجوری بیشتر جواب میده. من امتحان کردم اینجوری بیشتر جواب میده، فقط متاسفانه یه وقته اگه خود آدم اعصابش نکشه مثل همون پای چاپ هم میده دیگه استاد. اگه هر جایی دیدی قرار شد وقت صرفش نکنی، قلقش رعایت نکنی و از اینش هم میدی دیگه. تمام شده. پس برای اینکه این ممنوعیت رو خیلی فشار براتون ایجاد نکنه ناممنوعش کنید. من نیاز ندارم تو بهم بگی نکن. یعنی این حالت رو چقدر به بقیه میگید وقتی یه کاری براتون ممنوع میکنم؟ تو از کجا پیدا شده یقه منو گرفتی فلان کارو نکن؟ از کجا پیدا شده واسه من قاعده قانون میذاری؟ یعنی همین انقلابی که علیه دیگری های بزرگمون داریم، پدرمون، مادرمون، معلممون، معاونمون، مدیر مدرسه‌مون و کجا پیدا شده به من میگه تو باید فلان کنی؟ ولی وقتی میگیم مثلا بعد فلان کن، اینجوری شد فلان کن، داره یه تجربه رو انگار به ما میگه. استاد از حالت ابهام، نه از حالت ابهام در میاد دیگه. از حالت اینکه مثلا به طرف برگردی بگی حق نداری این کارو بکنی، تا اینکه بگی به دلیل این میگم حالا هر وقت هم خواستی این کارو بکنی به این شرایط بکن. آفرین. یعنی اون حالت اول وقتی گفته شد که حق نداری فلان کنی، اولین جواب محتملی که قراره بشنوی چیه؟ حتی تو دلم میخواد میرم میکنم. هر کاری هم دوست داشته باشم میکنم، به تو ربطی نداره. به تو چه؟ آفرین. برو بابا. و ما این برو بابا رو، این به تو چه رو، هر چیزی که به بقیه اول میگیم و قبلش به خودمون گفتیم. ناممنوعش کن. بعد از کارم میام میبینمت، بعد از چه میدونم، بعد از صبونه فلان کارو میکنم.
مثلا رژیم میخوایم بگیریم کله پاچه نباید بخورم، چه میدونم فلان مدل ها رو باید تغذیه کنم. میدونی آدمیزاد دنیاش بزرگه. حالا برگردیم سر فلسفه آدم که چرا اینجوری روش جواب میده. ببین بچه دنیا خیلی بزرگه و آدمیزاد اینو میدونه، همیشه دنبال یه مسیر مشخص میگرده. سر همین هم هست با مثبت منفی نظرتون رو بدین. غالب آدما منتظر یه دستی از غیبن بیاد نجاتشون بده، منتظر یه دستی از غیبن که حتی ضرر درشون بیاره، منتظر دستی همیشه همه یکی بار گفتن خدا یعنی میشه یک کیسه پولا بالا بیفته پایین. مثلا همه معامله‌گرا بی برو برگرد رو تجربه کردیم. چی میشه این کندلی که الان دور بسته میشه این کندل شارپی بیاد این تیپی منو بزنه بعد داره کوچولو شه. این همه کندل گنده اینجا زد، خب یه دونه اینا رو اینجا بزن. یعنی همش اون انتظار یه اتفاق عجیب غریبه که یهو بیاد هوای منو جدا داشته باشه هست. بله استاد این خیلی هست. استاد اصلاح میکنم یه چیزی من میشه بگم ببندم. سر همین وقتی یه مسیر مشخص به این آدمیزاد تو این دنیای پر از ابهام داده میشه، از ابهامش کمتر میشه، از اضطرابش کمتر میشه، از اون برانگیختگیش برای مقابله کردن کمتر میشه، رفتارها هنجارتر میشه، رفتارها نرمتر میشه، رفتارها سازگارتر با محیط و شرایطش میشه. خب حالا هنوز ما در خدمت. استاد اصلاح میکنم من این شکلی حالا من روی جامعه خودم که باش در ارتباطم بعد وقتی اینو تست میکنم، وقتی که میام اسم اولین کلمه‌ای که یعنی اولین باری که اسم کلمه تراپیست توی جمع میفته میگن یعنی یه نفر هست که بهمون بگه اینو چیکار کنی. من دنبال اینم. استاد این همیشه اتفاق میفته، یعنی اولین باری که اسم کلمه تراپیست یا مشاور میاد میگن یعنی خوب پس من میتونم این چیزا رو بهم بگی که من انجام بدم. در صورتی که هر کی با من تجربهشو داشته اینو میدونه. میگم من نمیدونم چیکار باید بکنی یا نکنی، ولی یه جایی به بعد همتون واسه خودتون تصمیم گیرنده این. استاد یه حرفی که شما همیشه داریم به سوالات میگه من چه بتونم. آدم میمونه پشیمون میشه از سوال پرسیدن. من چه بوده چیکار کنی. همیشه پشتش میگم خوب شد تو سودتو میبری، پولش میره تو جیب تو، ضرر هم شاید حساب تو داره کم میشه. من چه میدونم باید چیکار کنم. خب بچه‌ها من عرضم بر شما تموم شد. استاد اگر شما صحبتی دارین ما در خدمتیم. هنوز نیم ساعت از کلاس مونده ولی من عرضم تموم شده. سوال بچه‌ها گویا به اتمامش رسیده. خواهش میکنم عزیزم، مرسی، لطف دارید آقا. میخواد این تایم باقی مونده از نیکس نیوز بگین، از چیزایی که آپدیت شده جدیدن. به روشن کنم. نیکس نیوز که خیلی عالی. بذار خورده بیارمش اینو. من بعد سارا یه ترید کردم تو اتاق و تو خونه و اینا. البته خوبه تنبل بازی ها. بپرسم سوالمو یا نه؟ بری رانندگی داره. سلام استاد. سلام و ارادت. خوبی؟ خوب هستین؟ سلامت باشید. پیرو صحبت‌های آقای احمدی که گفتیم زندگی سخت مراقبت میخواد اینا، من یه شعری از مولانا اول بخونم بعد راجع به این شعره و خود همین صحبت‌های احمدی سوال دارم. میگه که مولانا میگه هر لحظه که تسلیمم در کارگاه تقدیر، آرامتر از آهو بیباکتر از شیرم. هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر. این زندگی سخته، معاملات سخته. ما چجور میتونیم همه اینا رو ببین میخوام اینو بگم تو اون حالا موج سینوسی که بالا پایین داره حداقل اون وسطه بتونی نگرش داری. نمیگم حالا بری اون همیشه تو اون تاپ بالا باشی یا چون به هر حال حالا آدمیزاد تغییر میکنه، یه روز حالت خوبه یه روز حالت خوش نیست، یه روز محیط حالتو بد میکنه. ولی چی آیتمی هست که تو همون زندگی هستن، اصلا معاملات ولش کنید. معاملات که میگم آقا پلن از اون ورم که خب چک لیستته. خب ولی تو زندگی چیه؟ هر وقت که فکر میکنی برنامه ریزی میکنی بدتر از اون قبل میشه. رهاش هم که میکنی
خب این رها شدن به هر حال یه جایی پس ذهنت اینه که خب من همه چی رو ول کردم دیگه، اصلا هیچ نتیجه یا نخواهم گرفت. این نمیدونم این برنامه‌ریزیه درست نمیشه. من نمیدونم، حالا برای من یه قالب آدما زمانی که میگن برنامه‌ریزی می‌کنیم مثلا نمیتونیم انجامش بدیم، میگن نمیشه. یا اینکه چه وسیله‌ای هست، چه ابزاری تو ذهنمون داریم که ما باهاش بتونیم حداقل اینو توی رنج متوسطی نگرش داریم، نه اینکه میگم حالا همیشه بره تو تاپ بالا باشه. چون معاملات هم همینه دیگه، معاملات هم می‌خوای توی این سطح متوسط نگرش داریم، نمیگی آقا همه رو می‌خوایم ما درو کنیم بازار رو. به هر حال یه جایی واقعا میگه آقا من تیپیای خوبی میزنم، اون تیپی خوبه میاد مثلا اون بقیه معاملات ضررده رو کاور میکنه. ولی تو زندگی نمیشه. اینو موندیم، این احمدی اینو پرسیدن، الان منم سوال منم هست که واقعا باید با چه ابزاری تو زندگی بشه این سختیه رو یه مقدار تسهیلش کرد، یه جاهایی اصلا بهش بها نداد. اون ابزار چیه؟ اصلا چه ابزاری بود؟ معنی داوود، معنی ما هر چی میکشیم از معانی مونه. خب مثلا توی استاپا، توی تیپیا، توی مسائل مختلف، حتی خودت هم که تجربه مدل بررسی داشتی، آقا این استاپا برای چه معنی داره؟ وقتی معنی پشت استاپا باز میکنیم دیگه استاپ فقط میشه یه استاپ خوردن، تیپی میشه یه تیپی خوردن. خب یعنی یه تیپی باعث نمیشه معاملات اگریسیو شروع بشن، یه استاپ باعث نمیشه که 1001 مدل نشخوار فکری و خود سرزنشگری شروع بشن. معنی که ما روی یه کار میذاریم، معنی که روی یه ارتباط میذاریم، و مسئله که مطرحه اینه که آدم ها توی ارتباط مریض میشن، توی ارتباط و تعامل شفا پیدا میکنن. اصلا ما هویتمون رو توی ارتباطاتمون پیدا میکنیم دیگه، چون معانی رو با اون ارتباطات و با اون تجربه ها داریم به دست میاریم و باید دائم دنبال معنی واسه هر بخش خودمون بگردیم. مثلا من اگه تریدرم، معنی معامله گری برام چیه؟ معنی تیپی چیه؟ معنی استاپ چیه؟ اگه دقت کنید تریدرایی که خیلی حرفه‌ای کار میکنن از یه جایی به بعد وقتی میخوان بگن دیگه اوجا بعد امیدی نداشتن، گفت دیگه میگن دیگه استاپ هم خورد. میخوان بگن فلان ریسکو میکنیم، به فلان چیش میارزه، فلان کارو میکنیم، میگه خب استاپ میذاریم. نه استاپ همو میذارم و این کارو میکنم. یعنی کم کم میاد توی دایره نقاط روزمره و کلا در هر بخشی از زندگیمون. مثلا من اگه یه پدرم، معنی پدری برای خودم در نظر بگیرم که پدر برای من چه معنایی داره، نقشی که توش قرار گرفتم چه معنی داره، یه پدر کیه، یه پدر چیه. خب وقتی بدونم یه پدر کیه، یه پدر چیه، دیکتاتور بخشنده نمیشم. نمیگم با بچه‌م بگم ببین تو هر خرجی داشته باشی من میدم، ولی چیزی رو میخونی که من میخوام. هر خرجی تو داشته باشی من میدم، ولی کاری رو میکنی که من میخوام. وقتی من میشم مادر، نقش مادری رو میگیرم، نمیام بچه رو یه جوری وابسته به خودم تربیت بکنم که این بچه نتونه کشف بکنه، که این بچه نتونه مستقل شه، نتونه بره. همش باید یه بندیش به من آویزون باشه. اگر من چه میدونم یه محققم، این مسئولیتی که گرفتم، این صندلی محققی که روش نشستم چه معنی داره از طرف من؟ و اینجاست که میفهم برای اینکه این معانی رو بتونم تو خودم بار بیارم، معانی رو به بار بشونم، معانی رو برای خودم خلق بکنم و هزار تا مسئله دیگه، برای این معانی و برای ساخت معانی چقدر مطالعه دارم، چقدر تجربه گرام. یه موقعی هست من هیچ کاری نمی کنم، هیچ مطالعه‌ای نمی کنم، هیچ چیز جدیدی نمی بینم، اصلا دنیا رو در حد کوچه محل خودم میدونم و توقع دارم تمام معانی من اون باری که میخوامو بده. نمیشه. همه چی به معنی برمیگرده. وقتی معانی رو در نظر میگیریم داوود، هر کی به اون میگه بالا چشه دبرو به تیرژ قبامون بر نمیخوره. میدونیم که آقا دنیا خیلی بزرگه، 1000 نفر با ما موافقن، 1000 نفرم با ما مخالفن. درست. یا خدا که بالاتر نیستم، 1000 نفر کافرن، 1000 نفرم
اینو گفته بودین به من استاد توی معاملات، گفته بودین داوود به ضررات معنی نده، تحلیلش کن. بعد یه چه دیگه هم که گفتین، من صحبت کردم راجع به حالا نوع روانشناسی، شما گفتین من روانشناسیم پویشیه، حالا این تو خصوصی بودش. این داستان پویشی رفتن جلوه رو من توی خیلی مسائل آوردمش، خب که مثلا اگه یه مشکلی هم به وجود می اومد، مثلا مثال میزنم، قبلا میشستم تو ذهنم نشخوار ذهنی بود که اینو به اون وصل می‌کردم، اونو به این وصل می‌کردم، یه معنی بهش میدادم، بعد اصلا میومد میرفتیم جلو، حالا با اون آدمه یا با اون شخصه یا اصلا با خانواده، یه ذره که میرفتی جلو بحث سر اون قضیه وامی شد یا مثلا شروع می‌کردی تعاملی صحبت کردن، ای بابا اون چیزی من فکر می‌کردم مثلا این نبوده، این چیزایی بوده که من خودم تو ذهنم میپروروندم. و من خودم این که گفتیم در معرض باشه، یادتون باشه، این اون در معرض بودنه رو سعی کردم یه مقدار تقویتش کنم که نترسم اگه بخوام مثلا یه مسئله ای وجود اومده، آقا حالا یا مقصرش تویی مسئولیتش رو قبول کن یا مقصرش تو نیستی، اصلا ما بریم ببینیم آقا این داستان چیه، این پویشی عمل کردن رو آوردیم جلو، ولی باز اون سختیه سر جاشه. بعد یه سوال دیگه استاد داشتم، حالا بچه‌ها هم پشت خطن، یه نکته اینو گفته بودین که آدم جایی که باید ارضا میشه اگه نشه، یه جاهایی هم که نباید ارضا بشه میاد ارضا میشه. من این جمله رو نصفه نوشته بودم، خواستم جمله نوشتم. این میاد تو مدل تروماست، یه مدل تروماست که آقا جایی که معاملاتش کجا تاثیر میذاره. مثلا بحث این بود که یه سری بچه‌ها چجوری لوس میشن، با اینکه پدر مادرشون هم سختگیریشون رو داره هم ارضاشون رو داره. خب دیدیم یه سری جایی که نباید ارضا میشن، جایی که باید ارضا نمیشن، مثل معامله گری که تو چوپی تیپی میخوره، تو یه جایی که فکر میکنه درست داره میره استاپ میخوره. اون کجاست؟ مثلا تو برگشتیاش. اون تیپی که داره تو چوپی میخوره داره از بینش میبره. که من اومدم مثلا کلمه جایزه داروین رو انداختم لای تریدرها که بابا اصلا یه مقوله به نام جایزه داروین وجود داره، بعضی تیپیایی که میخورید به چشم جایزه داروین نگاه کنید بهش. جایزه داروین هم که میدونی چیه. یه جایی گفتید استاد این الان این چیزی که گفتین نباید ارضا بشه ارضا میشه، مثل اون داستانی بود که گفتین اگه میخوای یه آدمی رو بکوبی خیلی بد ازش تعریف کن. اونجا اون بد تعریف کردن نمیشه، چون تو چوپی اینا رو میگی بچه‌ها اسم میکنن تو خصوصی، من دارم با بچه‌ها یه کاری میکنم بندازمشون جون مردم، برید شروع کنید بکوبیدشون بیایید. اینو یه بچه‌ها یه قاعده‌ای داره، بعضی وقتا برای مراقبت از خودمون مجبوریم خیلی وقتا با خیلی‌ها یه جور دیگه ایتا کنیم، اون برای مرزه، برای مراقبت از خودمونه. یه مدلی از کوبیدن دیگران این است که اگر میخوای بکوبیش بعد ازش تعریف کن، بعدشو نگو، بعد ازش تعریف کن. خب اینجا همون میشه دیگه، تو داری توی در واقع از اون چوپیه در واقع یه چیز خوب تعریف میکنی، از اون خوبه داری بد تعریفش میکنی و این میشه که تو اونجا ضرر میکنی و به اون ضرره ادامه میدی و نمیدونی داری از کجا میخوری. اوکی ممنونم استاد، دستتون درد نکنه. این صحبت که میکنه آدم خودشو در معرض قرار میده بیشتر میتونه دریافت کنه. بابا همینا میگفتم دیگه، میگفتم آقا اجازه نگیرید میکروفوناتون رو فعال کنید و از یه طرف هم هر چقدر شما بیشتر صحبت بکنید. منم خیلی از جمله‌ای که اصلا فکر نمی‌کردم امروز بخوام مثلا سر جلسه بگم و مجبور میشم بگم، خیلی از مباحثی که مربوط به فلان رفرنس فلان کتابه که مثلا یه جلسه‌ای براش گذاشتم اونا رو میتونم بگم، مقدمه چینی بشه، زمینه سازی بشه، بافتش شکل بگیره. یه جایی خبر الان این شده، پیپ تیپی الان این شده، پیپ استاپت الان این شده، جهت حرکت این شده. قدیما میگفتیم این کندله پایین ببنده، اصلا کاش فقط میدونستم پایین میبنده یا بالا میبنده. الان روزانه‌اش رو میدونی اصلا چه اتفاقی داره میفته که حالا برید استراتژی رو پیاده سازی بکنی و سال دیگه میخواد چی بشه نمیدونیم. مثل دقیقا همین ماشین دیگه، یه زمانی میگفتن آقا چی میشد که مثلا من حواسم نیست، کاش ماشین خودش وای میساد. خدا اینا نگو، هیچی نمیشه. آخه گفتی من دور بینم رو روشن میکنم، داری سر به سر. بیا بالا نه آقا سال دیگه هیچ اتفاقی نمیفته، همین نکس نیوزا نکس کندل بسه. اتفاقی که میفته اینه که علم ادامه داره، حالا نسل‌های بعد هست، محققای بعد هست. خود شما سال دیگه تو خورد، من چه میدونم که نمیدونیم واقعا آینده چی میاره که
آره بقیه آیندگان میکنن. آره من در همین حد من فقط فوقش رو تکمیلش میکنم، یعنی یکی که بهینه تر بشه در طول زمان، بالا با همون علمی که شما میگی دقتش بالا بره. یکی چک لیست بچه‌ها خیلی نیاز داشتن، چک لیست دوباره بسازیم بذاریم. یکی چت باتو بیاریم بالا برای بچه‌ها بذاریم چت باتو. یکی هم یه داشبورد آل این وان بذاریم که نوتیفیکیشن بده، مثل حالتی که سیگنال صادر میشه، مثلا کندل فلان با خبر فلان هم جهته توی حالت مختلف بتونن اینو تنظیمش بکنن که نوتیفیکیشن بده بیاد واتساپ یا تلگرام. دیگه در همین حد دیگه، بیشتر از این نمیدونیم که. بریم سراغ کردم برم میام تو وبینارا، تازه شروع کردم دارم یواش یواش میام تو وبینارا، دارم توضیحات معاملاتی که میگیرم و توی سایت مینویسم زیر همون صفحات ابزارا. حالا مثلا نکس کندل بود یا نکس نیوز بود، دارم مینویسم میذارم اونجا. استراتژی خروج بود دارم میذارم که بچه‌ها که میخوان استفاده بکنن همونجا کامنت ها رو که نگاه بکنن، کامنت های پایین خود اون صفحه رو میبینن. آقا مثلا من با خودم با چه روی کردی اینو تریدش کردم، خودم با چه روی کردی این قضیه نگاه کردم. استاد ابراهیم پور، من یه سوال داشتم، میخواستم ببینم از این بحثی که امروز کردیم منظور شما اینه که کلا ممنوعیت رو برای خودمون به شکل یه کاری که مثلا بهتره رو بذاریم جای این ممنوعیته که تو ذهنمون ممنوع نباشه، محدودیت نباشه تا بتونیم کنار بیایم. درسته؟ چه سوال قشنگی، چه سوال قشنگی. مرسی از طرف همه بچه‌ها قدردانم. نه منظورم اینه که به جای اینکه بگیم چرا ممنوعه، به جای اینکه بگیم ممنوعه ببینیم چرا ممنوعه، کاری که باید بکنیم چیه. این چیزی که خوب مثلا باید انجام بدیم مثلا کاری به ممنوعیت نداشته باشیم، ولی اون چیزی که خوبه رو انجام بدیم. درسته؟ مثال بارزش دقیقاً مثال بارزش مثل وقتی که مثلا می‌خوایم روزه بگیریم تو ماه رمضان. یه دومده گفت ماه رمضان رو روزه گرفتن یعنی درک کردن فقرا. خب کجا من روزه میتونم فقرا رو درک بکنم؟ اون جدا از اینکه قضا نداره یا مسائل اولیه به مشکل خورده، 1001 مدل هم نبود پول داره بهش فشار میاره، نمیتونم درکش کنم. و یه آدم اینو در نظر میگیره میگه خب کجا روزه گرفتن من درک کردن حال فقراست، من نمیخوام بگیرم، باشه من به فقرا کمکم میکنم و فلسفه‌اش سوال میره. خب ولی وقتی به چشم پیش‌دنداری بهش نگاه میکنم، آقا یعنی آب هست، من انتخاب کنم نخورم. فلان چیز هست، من انتخاب کنم نبینم. فلان غذا هست، فلان وعده غذایی هست، من انتخاب کنم نخورم. خب یعنی به این چشم نگاه کنم که خیلی وقتا میشه اسباب ارضا شدن نیاز من هست، من انتخاب کنم ارضا نشم. خب استاد اون انتخاب را آدم میکنه ولی بعد از افطار این هریسته هست. نه دیگه ددلاین داره دیگه. آفرین، اصلا همه چیز سر همین ددلاین است. من انتخاب میکنم تو این تایم، مثل کنکور. حالا میشه من انتخاب میکنم تو این 1 ساله خیلی رفیق بازی نکنم. انتخاب میکنم تو این 1 ساله میتونم رفیق بازی کنم، میتونم تفریح زیاد بکنم، نکنم کنکورم رو خوب بدم، بعدش مثلا شروع کنم به ارضا شدن. یعنی ددلاین داره. چون خیلی وقتا هست ما خودمون خیلی از چیزا محروم میکنیم، نه ددلاین داره، نه تایم مشخصی داره، نه علتی داره اون محروم کردنه، فقط محروم کردیم. و وقتی ما بعد از افطار حریص میشیم به غذا خوردن و آب خوردن و شربت خوردن و غیره که بعد ما رمضان مثلا 5 کیلو 10 کیلو چاق شدیم، که تو طول روز خودمون رو ممنوع نگه داشتیم، نه اینکه انتخاب کردم نخورم. وقتی انتخاب کردم نخورم، اون تایم بعد از افطار میخوام تلافیشو سر کی در بیارم؟ تلافی نداره که بخوام سر کسی در بیارم. استاد بدن ناخودآگاه حریصه. وقتی مثلا درسته انتخاب میکنی خودت، ما سعید بدنمون به استخدام روانمون اول جدایی از حالت فیزیولوژی خودش. بله مثلا من قند که کم میارم بدنم فشار میاره، فانتزی شیرینیجات و قند و اینا به ذهنم میخوره. اما
وقتی که من انتخاب کردم روان خیلی فشار بهش نمیاره، بدنم هم آگاهی که من بعد افطار اون میزان گلوکوز رو میگیرم. آقا با یه خورما شروع میکنم، یه شربت شیرین دارم میخورم، اون میزان قندی که نیاز داره رو دارم بهش میدم بعد افطار. یه درصد جبران نمیاد، جبران افراطی. خب الان اینجا تو ترید من الان میخوام رفتش بدم به ترید خودم. مثلا الان میخوام برای خودم بیام، خب شما میگین که یه چیزی رو ممنوعش نکنیم ولی بیایم برای خودمون بذاریم یه چیزی که برامون خوبه. مثلا چک لیست بنویسیم بگیم معامله ادامه دهنده شرایطش اینجوریه من میگیرم، دوباره برگشتی شرایطش اینجوریه من میگیرم، روند باشه اینجوریه من میگم. اینا رو برام بنویسم که سعید انقدر بحث نداریم به خدا. بذار یه جور دیگه بگم. من یه ماشین به تو میخوام بدم، خب یه BMW X4 میخوام امروز به نامت بزنم، ولی سعید این BMW X4 چرخ نداره، لاستیک توش نیست. خودت هم نباید لاستیک بذاری، لاستیک نمیخوره، حرکت نمیکنه این BMW X4. فایده نداره اصلا. BMW X4 فقط چرخ نداره، حرکت نمیکنه. میخوای؟ نه دیگه فایده نداره. حالا من بیام بگم سوار شدن بر ماشینی که چرخ ندارد ممنوع است. آقا راه نمیره، چرخ نداشته باشه راه نمیره. تو پلنت چیزایی رو بنویس که اگه رعایت نشه پول تو بازار نیست، پس حرکت نمیکنه. خب بقیه جاهای من مثلا الان اینو که هیچ، بقیه جایی که گفتیم محدود نکنین اینا یکم سخت میشه استاد. من خیلی رو فکر کنم. مال وقتایی که تو جدای از حالت عادی بازار و جایی که پول ده هست نقدینگی زیاده، میخوای تو جایی که نقدینگی نیستن پولو بکشی بیرون. مثلا از سقف بیخو بگیری، از اول روند تا بیخشو بگیری، تو چوپی هم بتونی پول در بیاری. یکم میشه فهمیدم استاد. بله حالا با شد و معکوس میپری تو، در صورتی که شد و معکوس خوب هست کافی نیست. سفارشاتو بس میپری تو، مثال میگم سفارشاتو بس میپری تو. سفارشات داشتن خوب هست کافی نیست. خلاصی یه برابر اسپرد رد کرد میپری تو، یه برابر اسپرد رد کرد خوب هست کافی نیست. من میگه نخوای بری خلاصی را ندیده ای وارد نشو، میگه بعد خلاصی وارد شو، چون پول اونجاست. درست متوجه شد. بذار یه جور دیگه بگم. سعید من دلم میخواد پزشک شم، نصیحتم کنکور دارم میخوام پزشک شم. باید بری درساشو بخوندی دیگه مسیرش دیگه خیلی باید مثلا روحیه‌شو داشته باشی دیگه مثلا تو خودت ببینی بتونی کنترل هیجاناتتو بکنی، ناراحتی رو نیاری. از اون موقع تا حالا 4 تا چیز گفتی، 4 تاش کارهایی بوده که باید بکنم. می‌بینی؟ آره. از ذهنی شکلیه واسه قسمت‌های مختلف زندگی، کارهایی که باید بشه رو میگی. تو معاملات که میرسه میری سریع سراغ کارهایی که نباید بکنی. آها استاد فهمیدم. یعنی بریم قسمتایی که بود کارهایی که بود انجام بدیم برای یه معامله خوب. کاری به اینکه اون کار که نباید بکنیم و نباید داشته باشیم. یه معامله‌ای که به این است شرایطی داره. خود پدرتو بیاموز. کاری که به اون کارهایی که نباید انجام بدی اینا نباید داشته باشی. تو اصلا وقت میکنی کارهایی که باید و بری رو بکنی که حالا به نبایدات بشینی فکر کنی؟ نه گیر فقط به نباید میدی. میگن به باید نه. تموم شد. آها مرسی. جانم ندا. استاد ببخشید من یه چیزی در مورد کلیت زندگی میگم به جای ترید. کاری به ترید ندارم، ترید متوجهش میشم
ولی خب تو زندگی قرار مثلا ممنوعیت ها رو تو روانمون کم کنیم. خب ولی استاد یه موقعی واسه اون ممنوعیت ها هیچ سناریویی نداریم که جایش، مثلا حالا حتی همون حرفی که برای سامیار زدم، مثلا هیچ سناریویی ندارم واسه اینکه الان چرا میگم اون نه. نه بهش فکر کن. نمیشه. بهش فکر کن. بهش فکر کن. بهش فکر کن. هر ممنوعیت حتما باید واسه این سناریویی بچینم. بله، وگرنه سر بزنگاه دستت در میره. حتی استاد من واسه خودم خیلی وقتا پیش میاد وقتی قراره دنبال اون چراییه بگردم و پیداش کنم، تو ذهنم به یه بنبستی میخورم که به قول شما یه پرسیدین گفتین که صدای کیه. خب اون ممنوعیت صدای من نیست. حالا صدای کیه اهمیتی نداره، مهم اینه که فهمیدی صدای تو نیست. برو ببین نظر تو چیه، برو مطالعه خب بعد کن. وقتی واسه نظر خودم به یه ابهامی میرسم، به یه پوچی میرسم، به یه منطقی، قرن 21 بخون ببین بحث کن با چت جی پی تی. زمان قجر نیست. فکر کنم چت جی پی تی منو دیگه میگم بکنم چت جی پی تی از صبح تا شب بهم بگه بس دیگه برو هر جا میخوای بری برو دیگه. برو سراغ متخصص. قرن 21 الان چپ و راست دست دراز کنی به متخصص میخوره تو هر زمینه. خب بله استاد فهمیدم. وقتی سناریو نداشته باشی براش، بازم به همون ممنوعیت برمیخوری و نمیتونی اجراش کنی آخرش. آفرین. چون نمیدونی چرا نباید بکنی یا چرا باید بکنی، یا اگر نباید بکنی پس چی کار باید بکنی. بله استاد. حسابت خالیه. خودش مبهمه، منم مبهمترش میکنم، بعد خب هیچ راهی نیست که بری دیگه. آفرین. باشه من تیر نباید به این بزنم چون همه صدای گولمو میفهمن، صدای شلیکمو میفهمن، میان دستگیرم میکنن. پس چیکار کنم؟ و کاری نمیتونی بکنی. ولی وقتی یه صدا خفه کن بغل جیبت باشه، صدا خفه کن رو میذاری سر تفنگت، با صدا خفه کن شلیک کنی. صدا هم نمیاد. استاد با بالش نمیشه. با بالش میشه. پس درسته که نباید با صدا شلیک کنی، ولی ابزاری میخوای که بی صدا شلیک کنی. که نه استفاده میبریم. سلامت. خیلی مرسی. ممنونات فراوان داریم. سلامت باشین. ارادتمندم. خب بچه‌ها بر شما تموم شده.